تفکر طراحانه داشتن یعنی آشنایی با یک نوع دستگاه فکری که در داخل اون میتونیم طراحانه فکر کنیم. در اصل تمایز یک طراح با دیگران هم به همین دستگاه فکریش برمیگرده. من تو این کلاس قراره که شما رو به این دستگاه فکری مجهز کنم و بهتون یاد بدم که چطور در این دستگاه فکر کنید تا بتونید از پس سوالهای آزمون فارغ از اینکه موضوع چی باشه بر بیارید. همونجور که قبلا صحبت کردم شما باید اول یاد بگیرید که گره ها رو شناسایی کنید و دوم باید یاد بگیرید که چجوری این گره ها رو باز کنید.